غلامرضا تو نسخه اولیه مورتال کمبت حضور داشت، اما سازندگان مجبور شدن حذفش کنن چون با هر دشمن حریفشو میکشت. اینم از این حساب نبود. اینم از حساب نبود. اصلا نباید باز مورتال کامبت اینو بازی کنم. نمیخوام دیگه این بازی آشغاله. خواهم برم بازی بعدی. چیزی هم دارم. نمیخوام. بازی آشغاله تو نمیخوام.